سلام، به پیشخوان کتاب خوش اومدید. با بخش دوم کتاب درباره سکس بیشتر بیاندیشیم اثر آلن دوباتن با من همراه باشید. بخش دوم، لذت‌های تن‌آمیزی. 1. شهوت انگیزی و تنهایی. پیش از پرداختن به مسائل فراوانی که تن‌آمیزی برای ما ایجاد میکنه، جا داره قدری از مسیر اصلیمون منحرف بشیم. نگاهی به روی دیگه سکه بندازیم و در این پرسش بیاندیشیم که چرا تن‌آمیزی گاه چنین لذت و رضایت عمیقی به ارمغان میاره. در روزگار ما علاقه‌مندان به بررسی این موضوع برای دستیابی به تبیین همه جانبه اون معمولاً به زیست شناسی فرگشتی متوسل میشن. این رشته علمی که در جهان مدرن سر و کلش همه جا پیدا میشه به ما میگه که برنامه‌ریزی ژنتیکی انسان‌ها همانند همه حیوانات دیگه به گونه‌ایه که تولید مثل کنند و برای آنکه زیر بار دردسرهای بزرگ این کار مثل یافتن یکدیگر و بزرگ کردن بچه‌ها در کنار یک هم‌آمیز برند، به لذت‌های سکس به عنوان پاداش پذیرفتن این دردسرها نیاز دارند. طبق زیستشناسی فرگشتی، شهوت انگیز بودن چیزها صرفاً بازتابیه از نقش اونها در تداوم گونه ما. برای مثال، اگه مجذوب هوش افراد میشیم، به این دلیل که هوش نشون دهنده یه خصلتیه که برای اطمینان از بقای فرزندمون اهمیت داره. اگه از تماشای خوب رقصیدن آدم‌ها لذت میبریم، به این دلیل که خوب رقصیدن نشون دهنده یه بنیه‌ایه که برای محافظت از نسل آینده به کار میاد. اگه جامعه شخصی رو جذاب مینامه، دلیل اصلیش اینه که ناخودآگاه ما حدس میزنه که اون شخص به خوبی با بیماری‌ها مبارزه خواهد کرد و مشکلی برای وضع حمل نخواهد داشت. این دیدگاه زیست شناختی فرگشتی مطمئناً نادرست نیست، اما خامه. بریده از تجربه‌ایه که ما عملاً از تن‌آمیزی داریم و گذشته از همه اینها ملال‌آور هم هست. البته دلیل وجود تن‌آمیزی رو به خوبی توضیح میده، اما به هیچ وجه انگیزه‌های خودآگاه ما رو روشن نمی‌کنه که چرا خوابیدن با افرادی خاص رو دوست داریم یا از این کار چه جور لذت‌هایی میبریم. زیست شناسی فرگشتی شاید تصویری کلی از انگیزه‌های ما برای کارهامون به دست بده، اما درباره برخی چیزها سکوت میکنه. برای مثال نمیگه که وقتی کسی رو به شام دعوت میکنیم و چند دقیقه یا چند ساعت بعد سعی میکنیم اون رو روی کاناپه بکشونیم و دکمه شلوارش رو باز کنیم، واقعاً چه دلیل‌هایی داریم. بنابراین پاسخ چندان رضایت بخشی به این پرسش نمیده که چرا سکس برای انسان، این موجودی که درباره خودش تأمل میکنه، واقعاً اهمیت داره. میخوایم به تبیینی برای این موضوع دست پیدا کنیم که برامون بیشتر قابل درک باشه. یک گزینه مناسب برای شروع این جستجو تمرکز بر اون لحظه استثنایی در تشریفات قرار بین زن و مرده. لحظه‌ای که یادآوری اون حتی سالها بعد تقریباً همیشه با ذوقی منحصر به فرد همراهه. نخستین باری که یکدیگر رو بوسیدیم و به این ترتیب با حرکتی بدنی و آشکار اعتراف کردیم که اون شخص خاص برامون جذابه. این اتفاق ممکنه توی ماشین رخ بده یا بعد از یک شام مشترک طولانی که در اون حتی شام خوردن برامون سخت بوده، یا در راهروی محل برگزاری یک مهمونی، یا به طور کاملا ناگهانی قبل از یک خداحافظی بیرون ایستگاه قطار و بی توجه به ازدحام رهگذرانی که از کنارمون عبور می‌کردند. حتی کسانی که چندان خوش بیان نیستند معمولاً هنگام تعریف کردن ماجرای آشنایی و نخستین بوسشون خوش سر و زبون میشن. این لحظه نخست که ما رو به شکلی قاطع از حیطه بیگانگی با همدیگه به قلمرو صمیمیت جنسی وارد میکنه شورآفرینه، چون نشان غلبه بر تنهایی است. لذت این لحظه تنها ناشی از تحریک پایان‌های عصبی و ارضای رانه زیست شناختی نیست. وقتی همدیگر رو میبوسیم از انزوا در جهانی سرد و ناشناخته سر برمیاریم و این سر برآوردن هم هر چند ممکنه موقت باشه در لذت بوسه نقش داره. همه ما پس از دوران کودکی با این انزوا آشنا میشیم. اگر بخت یارمون باشه، در ابتدای زندگی از یگانگی صمیمانه جسمانی و عاطفی با شخصی که خودش رو وقف مراقبت از ما کرده برخوردار میشیم. لخت روی پوست او میارمیم، به صدای قلب او گوش میدهیم و در چشمانش ببینیم که از تماشای ما
که اوج هنرنماییمان درست کردن حباب با آب دهان است چه لذتی میبرد. به عبارت دیگر می توانیم ببینیم که صرف بودن ما چه لذتی به او میدهد. کافیست قاشق را روی میز بکوبیم تا صدای قهقهه اطرافیان بلند شود. انگشتانمان را ناز می کنند و به موهای نازک روی سرمان دست می کشند و آنها را می بوسند و بو می کشند. حتی لازم نیست حرف بزنیم. نیازهای ما را به دقت تفسیر می کنند و پستان مادرمان هر وقت بخواهیم در اختیارمان است. اما افول سرانجام از راه می رسد. پستان مادرمان را از ما می گیرند و به آرامی به سمت برنج و جوجه کبابی سوقمان می دهند. دیگر یا نمی توانیم یا مایل نیستیم که دیگران بدنمان را ببینند. شرم از ویژگی های خاصمان در ما بیشتر می شود. لمس سویه های بیرونی وجود ما که روز به روز در حال گسترشند برای دیگران ممنوع می شود. ابتدا اندام های تناسلی، سپس شکم، پشت گردن، گوش ها و زیر بغلمان و سرانجام کار به جایی می رسد که حد اکثر کاری که مجاز به انجام دادنش هستیم این است که بعضی وقتها دیگران را بغل کنیم یا با آنها دست بدهیم یا بوسه‌ای مختصر روی گونه بدهیم یا بگیریم. نشانه های رضایت دیگران از حضور ما رو به کاهش می گذارند و به تدریج اشتیاق دیگران نسبت به ما به کار کردنمون بستگی پیدا می کند. اکنون دیگر آنچه می کنیم برای دیگران جالب است، نه آنچه که هستیم. معلمانمان که زمانی ما را به خاطر نقاشی های خام دستانه از کفش دوزک ها و نقشه های کشورهای جهان تشویق می کردند، حالا فقط با نمره خوب در آزمون ها راضی می شوند. برخی افراد که البته نیتشان خیر است، بی‌رحمانه این بحث را پیش می کشند که شاید وقتش باشد خودمان پول در بیاوریم و میزان مهربانی یا نامهربانی جامعه با ما به میزان موفقیتمان در این کار گره می خورد. دیگر باید حواسمان به سخنانمان و شیوه نگاهمان باشد. از برخی ویژگی‌های ظاهری خودمان منزجر می‌شویم و به وحشت می‌افتیم و احساس می‌کنیم باید برای لباس و مدل موی خودمان پول بیشتری خرج کنیم تا بتوانیم آن ویژگی‌ها را از دیگران پنهان کنیم. به موجوداتی مضطرب و شرمسار تبدیل می‌شویم که دیگر نمی‌توانند راحت و سبکبار دست به عمل بزنند. به بزرگسالانی که برای همیشه از بهشت بیرون رانده شدند. اما نیازهایی که با آنها زاده شده ایم در اعماق وجودمان زنده میمانند. نیاز به این که چنان که هستیم فارغ از اعمالمان پذیرفته شویم. به دریافت محبت بدنی، به اینکه کسی ما را در میان بازوان خودش بگیرد و به اینکه کسی با بوی پوست ما به وجد بیاید و همه این نیازها ما را وادار به جستجویی بی امان، شدید و آرمانگرایانه برای یافتن کسی می کنند که یکدیگر را ببوسیم و با هم بخوابیم. برای ملموس‌تر شدن بحث بیایید داستان یک زوج را که در نخستین مراحل اغوای یکدیگر هستند تصور کنیم و به این مناسبت لذت‌هایشان را در پرتو نظریه مطرح شده درباره تنهایی تحلیل کنیم. نخست موقعیتی که این زوج در کافه نشستند را تصور می‌کنیم. ساعت 11 شنبه شب است و آنها که با هم از تماشای فیلم برگشتند در کافه‌ای واقع در یک شهر بزرگ نشستند و مشغول بستنی خوردنند. مسلماً هیجانی که این زوج در درونشان احساس می‌کنند را می‌توان بر اساس زیست شناسی و بر اساس روایتی که به جنبه‌های ناخودآگاه مربوط به تولید مثل و علم ژنتیک اشاره می‌کند تبیین کرد. اما این زن و مرد برای آنکه صمیمی شوند باید بر مانع‌های فراوانی که معمولاً سر راه صمیمیت وجود دارند نیز غلبه کنند و غلبه بر این موانع نیز در برانگیختگیشان نقش دارد. با تمرکز بر این جنبه می توانیم بخش بزرگتری از احساسات شهوانی که آنها را در مسیر منتهی به رخت خواب تجربه می کنند تبیین کنیم. بوسه، پذیرش. زن قاشق به دست دارد. ماجرای تعطیلاتی را که اخیراً به همراه خواهرش در اسپانیا گذرانده است تعریف می کند. تعریف می کند که در بارسلون به تماشای پاویونی رفتند که طراحش میس وندروه بوده است و در رستورانی مخصوص غذاهای دریایی که حال و هوای مراکشی داشته غذا خوردند. مرد پای او خصوصاً حالت کشسانی جوراب شلواری تنگ و سیاهش را کنار خودش احساس می کند. بعد در حالی که زن دارد داستانی درباره گاودی تعریف می کند، مرد صورتش را به او نزدیک می کند. ولی
آماده است که اگر نشانه از ترس یا انزجار بروز داد سرش را عقب بکشد. اما بخت یارش است. زن پیشروی او به سمت صورتش را با لبخندی پر مهر و پذیرا پاسخ می دهد. زن چشمهایش را می بندد و هر دو آن لحظه ناگهانی و یگانه، لحظه‌ای که پوست و رطوبت روی لبهایشان با هم می‌آمیزد را ثبت می‌کنند. لذت این لحظه را فقط در صورتی می‌توان فهمید که آن را در بافتار پدیده‌های دیگر که احاطه‌اش کرده‌اند در نظر بگیریم. بی‌تفاوتی دردناکی که بوسه درست نقطه مقابل آن است. ناگفته پیداست که بیشتر آدم‌هایی که سر راه ما قرار می‌گیرند نه فقط علاقه به تنامیزی با ما ندارند، بلکه عملاً از فکر تنامیزی با ما منزجر می‌شوند. چاره‌ای نداریم جز اینکه همیشه دست کم 60 سانتی متر یا حتی بیشتر از آن 90 سانتی متر از آدم‌ها فاصله بگیریم تا برایشان هیچ جای شکی باقی نماند که خویشتن خطرناک ما قصد تجاوز به حریم آنها را ندارد. سپس نوبت به بوسه می‌رسد. قلمرو عمیقاً خصوصی دهان، آن غار مرطوب و تاریک که معمولاً کسی جز دندانپزشکمان واردش نمی‌شود. آن عالم صغیر خاموش و ناشناخته همچون شکم نهنگ، آن قلمرو فرمانروایی زبان که هرگز انتظار نداشت با چیزی از سنخ خودش مواجه شود. محتاطانه و کنجکاو به موجودی از جنس خودش نزدیک می‌شود. مثل وقتی که اهالی یکی از جزایر جنوب اقیانوس آرام برای نخستین بار به پیشواز یک ماجراجوی اروپایی می‌رفتند. فرو رفتگی‌ها و سطوح جداره داخلی لپ که تا پیش از این قلمروی مطلقاً شخصی دانسته می‌شدند، حالا با همتایان خودشان آشنا می‌شوند. زبان‌ها در رقصی خجولانه با هم جفت می‌شوند. همه اینها ممکن است منزجر کننده به نظر برسند، اما نکته دقیقاً همینجاست. همه کارهای شهوانی در صورتی که با شخص نامناسب انجام شوند مشمئز کنندند و دقیقاً همین است که لحظات شهوانی را این چنین پرشور می‌سازد. درست آنجایی که می‌تواند نقطه اوج انزجار باشد، با اجازه و پذیرش خالص مواجه می‌شویم. همین کار را اگر با کسی دیگر می‌کردیم برای هر دوی ما وحشتناک می‌بود و حالا همین کار بر یکی شدن ما با یکدیگر و سرشت ممتاز آن یگانگی مهر رسمیت می‌زند. به همین ترتیب اگر در فرهنگ دیگر زندگی می‌کردیم که پذیرش یک انسان دیگر با کارهای کاملا متفاوت ابراز می‌شد، مثلا فرهنگی که دو طرف محبت خودشون رو با خوردن پاپایا در کنار هم یا لمس ناخن پای یکدیگر ابراز می‌کردند، اون کارها بار شهوانی پیدا می‌کردند. گیرنده‌های حسی موجود در لب‌ها در لذت بخش شدن بوسه نقش دارند، اما نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از ذوق و شوق ما هیچ ربطی به جنبه جسمانی این عمل نداره. خیلی ساده از اونجا ناشی میشه که متوجه میشیم شخص دیگری ما رو بسیار دوست داره. پیامی که اگر به شیوه دیگه به ما میرسید هم مسحورمون میکرد. آنچه علاقه ما رو برمیانگیزه معنای پشت بوسه است و به همین دلیله که کارهایی مثل اعلام میل به بوسیدن دیگری، اعترافی که شاید فی نفسه آنچنان شهوانی باشد که خود بوسیدن را به کاری زائد تبدیل کنه، ممکنه به شدت از میل به بوسیدن دیگری بکاهد و البته این شیوه است که شاید بعضی وقتها به کار آید. مثلا وقتی که عاشق و معشوق متأهلند. برهنه شدن، پایان شرم. هر دو به سمت آپارتمان زن در محله‌ای که مرد چندان با آن آشنا نیست به راه می‌افتند و با هم به آرامی از پله‌ها بالا می‌روند تا به طبقه سوم می‌رسند. پرده‌های آپارتمان کنار زده شدند و نور نارنجی رنگ چراغ‌های خیابان اتاق خواب را روشن کرده است. دوباره کنار یکی از قفسه ها همدیگر را میبوسند. خلوت جسارتشان را بیشتر کرده است. مرد دکمه بلوز نخودی رنگ زن را باز می کند و زن هم دکمه پیراهن آبی رنگ مرد را. بیتابی در حرکاتشان نمود بیشتر و بیشتری پیدا می کند. مرد دستش را به پشت زن می برد و با دست پاچگی سعی می کند قلاب سینه بند زن را باز کند. زن که لبخندش نشان می دهد ناشیگری مرد را بخشیده است، به او کمک می کند تا سینه بند را باز کند. چند لحظه بعد برای نخستین بار یکدیگر را برهنه در آغوش می گیرند و به آرامی شروع به نوازش رانها، باسن، شانه ها، شکم و سینه های یکدیگر می کنند.
بی‌دلیل نیست که در سفر پیدایش یکی از اصلی ترین مجازات هایی که خدا هنگام راندن آدم و حوا از بهشت برایشان در نظر میگیرد احساس شرم جسمانی است. خدای یهودی مسیحی مقدر کرد که آن دو ناسپاس برای همیشه از معلوم شدن بدنهایشان معذب شوند. فارغ از آن که تفسیر ما از دیدگاه کتاب مقدس درباره خاستگاه این شرم جسمانی چه باشد، آشکار است که هدف ما از لباس پوشیدن صرفاً گرم نگه داشتن بدنمان نیست. دلیل دیگرمان، شاید دلیل اصلیمان، این است که می ترسیم دیگران از دیدن منظره بدن ما منزجر شوند. بدنهای ما هیچگاه دقیقاً آنطور که خودمان می خواهیم به نظر نمی رسند. حتی در جوانی، زمانی که بدنمان در اوج فریبایی و خوشتراشی است، ترجیح می دهیم بسیاری از ویژگی های بدنمان را تغییر دهیم. اما مبنای این اضطراب اگزیستانسیال تر از اکراه نسبت به کاستی های زیبایی شناسانه بدن ماست. آشکار کردن هر نوعی از بدن برهنه بالغ در برابر بیننده، به عبارت دیگر آشکار کردن هر بدنی که قابلیت تنامیزی و میل به تنامیزی دارد، اساساً معذب کننده است. آیا این وضعیت از ابتدای زندگیمان وجود دارد؟ خیر. هنگام بلوغ است که شرم آغاز می شود. زمانی که بدنمان به بلوغ می رسد و از نظر فیزیکی برای تنامیزی آماده می شود. خطر مشمئز کننده به نظر رسیدن در مقابل چشمان نادرست نیز متولد می شود. خیشتن ما به دو پاره تقسیم می شود. در یک سو خیشتن عادی ماست که در برابر چشم همه قرار می گیرد و در سوی دیگر هویت جنسی و خصوصی من. بخش بزرگی از هویت ما به عنوان انسان بالغ از خیال پردازی هایمان تا حالتی که پاهایمان را از هم باز کرده ایم به امری محرمانه تبدیل می شود که در میان گذاشتن آن با تقریبا همه کسانی که می شناسیم ناممکن است. دوباره به سراغ مرد عشق باز خودمان برویم که حالا با شور و حرارت در حال مکیدن انگشتان هم‌آمیز خودش است. برای او دوپاره شدن وجودش و احساس ننگ در اواسط 14 سالگی آغاز شد. تا قبل از آن سرخپوست بازی با برادرش و دیدار با مادر بزرگش برای خوشحال کردن او کافی بود. اما به یک باره همه چیز تغییر کرد. برای نخستین بار احساس کرد همه چیزی که می‌خواهد این است که در اتاقش بماند، پرده ها را بکشد و به یاد زنی که عکسش را هنگام عبور از کنار دکه روزنامه فروشی دیده بود خود ارضایی کند. هیچ راهی برای برقراری سازش میان امیال خودش و آنچه دیگران از او انتظار داشتند پیش پایش نبود. فرهنگ زمانه او می توانست بپذیرد که او به گرفتن دست کسی که دوستش دارد یا حتی بوسیدنش فکر کند. اما این گونه کارهای معصومانه و بی خطر کجا و انحرافهای ترسناکی که هر روز از تخیل افسار گسیخته او می گذشتند کجا؟ خیلی زود شروع کرد به رویا پردازی درباره خوشگذرانی جنسی دست جمعی و تنامیزی مقعدی. مشغولیت وسواسی به پرنگاری پرده درانه و خیال پردازی درباره اینکه دست و پای معلم ریاضیاتش را ببندد و ترتیبش را بدهد. چطور ممکن بود که او همچنان آدم خوبی باشد و شرم او خیشتنی را در درونش پدید آورد که می‌ترسید هیچگاه قادر به نشان دادن آن به دیگران نباشد. همامیز زن نیز که اکنون جلوی مرد به زانو افتاده ماجرای مشابهی داشته است. او نیز در 13 سالگی همین تحول را پشت سر گذاشته است. او نیز تا قبل از رسیدن به این سن از سوزندوزی، اسب سواری و پختن نان موز لذت می برد. اما یک شبه یک سرگرمی جای همه سرگرمی‌های دیگرش را گرفت. اینکه به حمام برود، در را قفل کند، شلوارش را در بیاورد، کف زمین بنشیند و روبروی آینه قدی حمام خود ارضایی کند و خودش را در آن حال تماشا کند. چطور ممکن بود چنین چیزی جور در بیاید با تصویری که دیگران از او داشتند؟ آیا ممکن بود کسی وجود او را در کلیتش بپذیرد؟ در آن لحظات آمیخته به احساس گناه و خستگی بود که او بخشی از درد حوای به تصویر کشیده شده در نقاشی مازاتچو که توسط خدای مجازاتگر از بهشت رانده شده بود را لمس کرد. بنابراین آنچه اکنون در اتاق خواب میان زن و مرد رخ می‌دهد نوعی پذیرش دو جانبه است. دو خویشتن جنسی پنهان که سرانجام
از انزوای گناه‌آلود خودشان سر برآوردند و یکدیگر را میپذیرند. توافقی ضمنی میان آنها شکل میگیرد که به قرابت حیرت آور شکل فیزیکی و امیال تنانه یکدیگر اشاره نکنند. بدون هیچ شرمی آنچه را که زمانی چنان شرم‌آور بود میپذیرند. آنها با نوازش‌هایشان اعتراف می‌کنند که گرچه مجذوب چیزی غیر عادی هستند، ولی آنچه یکی از آنها می‌خواهد با چیزی که دیگری می‌خواهد سازگار است. آنچه در سر می‌پرورند به شدت با رفتاری که جهان متمدن از آنها انتظار دارد در تعارض است. برای مثال با خاطره مادر بزرگشان جور در نمی‌آید، اما دیگر پلید یا منحصر به فرد به نظر نمی‌رسد. زن و مرد داستان ما سرانجام در آن اتاق نیمه تاریک می توانند به خواسته های شگفت‌آور و جنون‌آسایی که داشتن بدن در آنها ایجاد می کند اعتراف کنند. هیجان، اصالت. روی تخت خواب دراز می کشند و باز هم یکدیگر را نوازش می کنند. مرد دستش را بین پاهای زن می برد، آن را به آرامی فشار می دهد. چرا چنین واکنش‌های فیزیولوژیکی تا این اندازه رضایت عاطفی به همراه دارند و در نتیجه چنین شهوت انگیزند؟ دلیلش این است که نشان از نوعی پذیرش دارند که بسیار فراتر از تأثیرگذاری عقلانی است. بغض مرد و خیس شدن بین دو پای زن به هیچ وجه چیزی نیست که با قدرت اراده بتوان آن را ایجاد کرد و به همین دلیل نشانه‌های حقیقی و صادقانه از علاقه مرد یا زن به طرف مقابلند. ما در دنیای آکنده از اشتیاقهای دروغین زندگی می‌کنیم و بیشتر وقتها به سختی می‌توانیم بفهمیم که دیگری واقعاً از ما خوشش می‌آید یا رفتار مهربانانش صرفاً از سر انجام وظیفه است. این واکنش‌های غیرعادی آنچنان خوشایندند که زوج مورد نظر ما حتی پس از پایان عشقبازی برمیگردند و درباره این واکنش‌ها در ساعت‌های پیش از عشقبازی صحبت می‌کنند. مرد با نگاهی شیطنت‌آمیز از زن میپرسد که آیا آن وقتی که مشغول تعریف کردن سفرش به بارسلونا هم بود خیس بود و او با لبخند پاسخ میدهد که بله البته، و نه فقط آن موقع بلکه در کل زمانی که در کافه بودیم، از همان لحظه‌ای که نشستیم تا نوشیدنی و بستنی سفارش دهیم. مرد هم اعتراف میکند که در آن هنگام آلت او نیز سفت بوده است و این اعتراف دو جانبه، این فکر که در پشت آن گفتگوی معقول و موقر و بسیار جلوتر از آن تعاملات اجتماعی سطحی بدنشان در حال تجربه میل بوده است، موجب تحریک دوباره هر دوی آنها می شود. شهوتبار بودن لحظاتی که سکس بر خویشتن عقلانی ما غالب می آید تقریباً برای همه شناخته شده است. چند هفته بعد زوج ما برای گذراندن پایان هفته به کنار دریا می روند. شنبه شب در هتل پس از یک روز شنا کردن و حمام آفتاب گرفتن در رخت خواب دراز می کشند و مشغول صحبت می شوند و سرانجام صحبت به موضوع خیال پردازی های جنسی می کشد. هر دو اعتراف می کنند که به یونیفرم ها علاقه‌مندند. مرد به زن می گوید که پرستاران جدی و باوقار که روپوش های سفید و مناسب می پوشند چقدر برایش جذابند. زن هم که حالا اعتماد به نفس پیدا کرده در حالی که لبخندی شوخ می زند و نگاهش را از پنجره به بیرون می اندازد فاش می کند که بعضی وقتها دیدن مردان آراسته‌ای که کت و شلوار پشمی پوشیدند، خصوصاً دیرانی که یک کیف و یک روزنامه فاینانشال تایمز در دست دارند و با قیافه عبوس و حاکی از تمرکز در خیابان‌ها قدم می‌زنند، او را تحریک می‌کند. این جور یونیفرم‌ها نماد کنترل عقلانی‌اند و شهوت انگیز بودن آنها ناشی از یک شکاف است. شکاف میان آن کنترل عقلانی از یک سو و شور جنسی افسارگسیخته‌ای که دست کم در خیال پردازی‌های ما برای لحظاتی مجال می‌یابد تا بر کنترل عقلانی فائق آید. بیشتر وقتها آدم‌هایی که در زندگی روزمره با آنها در تماس قرار می‌گیریم، از پزشکان و پرستاران تا مدیران سرمایه‌گذاری و حسابداران مالیاتی، هنگامی که با ما صحبت می‌کنند خیس و یا سفت نیستند. آنها حتی چنان که انتظار داریم به ما توجه نمی‌کنند و بعید است به خاطر ما روال کار پزشکیشان را به هم بزنند یا کنفرانسی را لغو کنند. بی‌تفاوتی کاسبکارانه آنها ممکن است برای ما دردناک و تحقیر کننده باشد و قدرت خاص خیال پردازی نیز از همینجا ناشی می شود که امکان زیر و رو شدن زندگی و برعکس شدن اولویت‌ها را فراهم می کند. ما در بازی‌های جنسیمان این قدرت را داریم که داستان را از نو بنویسیم.
اینجا پرستار آنچنان مشتاق عشق بازی با ماست که فراموش می کند برای گرفتن نمونه خون نزد ما آمده است. شخص سرمایه‌دار استثناءً همه دغدغه‌های پولی را کنار می‌گذارد، کامپیوترها را روی زمین پخش می‌کند و بی‌پروا شروع به بوسیدن می‌کند. وقتی که در دستشویی خیالی یک بیمارستان یا روی یک میز تحریر خیالی مشغول تنامیزی پرشور می‌شویم، صمیمیت دست کم به شکلی نمادین بر مسئولیت و جایگاه اجتماعی غالب می‌آید. بسیاری از موقعیت‌های رسمی می‌توانند برخلاف انتظار به خودی خود بار شهوانی داشته باشند. درست همانطور که یونیفرم‌ها می‌توانند به واسطه آنکه قائد شکنی را تداعی می‌کنند شهوت انگیز باشند. تصور تنامیزی در گوشه خلوت کتابخانه دانشگاه، در دستشویی رستوران یا واگن قطار نیز می‌تواند به همان دلیل هیجان انگیز باشد. مرز شکنی گستاخانه می‌تواند نوعی احساس قدرت فراتر از قدرت جنسی به ما بدهد. هنگامی که در عقب هواپیمای پر از مسافران تجاری تنامیزی می‌کنیم، در واقع داریم میل جنسی را به فضایی وارد می‌کنیم که در آن معمولاً غلبه با انضباط خشک و رسمی است و بدین وسیله سلسله مراتب عادی امور را وارونه می‌کنیم. در ارتفاع 35000 پا پیروزی صمیمیت دلپذیرتر به نظر می‌رسد. درست همانطور که در اتاقک اداره چنین است و به همان نسبت لذت ما هم بیشتر است. وقتی که داستان جنسی رخ داده در دستشویی هواپیما را شهوت انگیز می‌نامیم، در واقع منظورمان این است که از غلبه بر نوعی از خود بیگانگی سرکوبگر به وجد آمده‌ایم. بنابراین به نظر می‌رسد آشکارترین رخنمود شهوت آنجایی است که امر رسمی و امر صمیمانه با هم برخورد پیدا می‌کنند. تو گویی باید آداب و رسوم به ما یادآوری شود تا شگفتی بیریایی را قدر بشناسیم، یا باید مرز بشکنیم و به بخش آسیب پذیر خویشتن وارد شویم تا خصلت‌های ویژه جایی که اجازه ورود به آن را یافته ایم چنان که باید احساس کنیم. اینجاست که میفهمیم چرا خاطره نخستین شبی که با فلان شخص گذراندیم، زمانی که این برخورد در اوج خودش بود، اینقدر جذاب است و اینجاست که میفهمیم این بار با تأسف چرا در ساحلی که همه برهنه‌اند جاذبه‌های شهوانی را چندان احساس نمی‌کنیم، یا میفهمیم که چرا وقتی همامیز دیرینمان فراموش می‌کند از برهنگی خودش در برابر خطر قدرشناسی ما محافظت کند، حس شهوانی چندان در ما بیدار نمی‌شود.